این 316 هم 3 تقدیرساز میشید. همین خیلی هم شد. با تکلیف بسیار دپوتات‌ها از اون جمله من هم که دپوتات شورای عالی بودم همون وقت در کلوب همه دپوتات‌های منطقه کلوب جمع شده در آنجا با یک مصلحت اومدیم که این تکلیف رو پیشنهاد کنیم و بعد همین مصلحت ها همه دپوتات ها با اونجا رفتن و سیسه رو در اونجا گذروندن. تصمیم برگزاری سیسه اصلا خیلی پنهانی از حکومت گرفته شد بین رئیس پارلمان اکبرشاه اسکندروف و مقامات روسیه در پایگاه 201 در اداره پایگاه 201. در نوبت اول فکرهای ویا تماما دیگر خیلی بود، لیکن ویا قسم کم رو تشکیل میکردن نسبت به طرفداران حکومت. برای همین وقتی که مسئله رو ما حل کردیم ویا راضی شدن به فکرمون و با همراهی ما رفتن. اینجا هر کسی که به سیسیه رفت برای خاطر وطنش رفت، برای دیگر مجبوری نیست. سابق رئیس ولایت سوخت مرحوم حمیدوف برآمد کرده گفتند که از بس که فکرهای دپوتات ها هر خیلی است تکلیف در آوردن که سیسه رو با وقت دیگر گذرانده شود. البته اینجا من فکر میکنم که تکلیف مخالفان بودگی است، چون که آنها امکانیت باید پیدا میکردند و آدم خود رو باید میافتند. ابتدای شروع جلسه خیلی ناکام بود، چون که در اول اکبرشاه اسکندروف رو برای شروع جلسه راه ندادند و جلسه رو مثلا یکی از وکیل ها حبیب الله تبرف شروع کرد و این مثلا یک بحران عمیق‌تر کرد، یعنی یک قسمتی از نمایندگانی که از دیگر منطقه ها بودند با نمایندگان مخالفین هم فکر شدند. این یارقدارانی که طرفدار حکومت قانونی بودند اینها با مقصد همون ترتیبات جاری کردن محافظت کردن رفتگی بودند. برگزار کننده و تصمیم گیرنده اساسی نبودند. قماندان بازیگر فعال اساسی همسایه ما ازبکستان بود، البته با روسیه یک جای. برای پیشنهاد کردن رهبر دولت تاثیر رساندن سفر سنگک نادرست است. من در این باره معلومات دقیق ندارم و متاسفانه در همون روزایی که 2 روزه تنفس بود، شب وقتی که ما از قصر خوجایف میبر آمدیم با من سوءقصد صورت گرفت، یعنی کوشش سوءقصد. در نتیجه صبح من مجبور شدم که به مسکو از کجا مسکو پرواز کنم. این خیلی مخالفت نبود، این خیلی مسئله که ما حتما نامزدی خودمون رو پیشنهاد میکنیم، این خیلی گپا نبود از طرف مخالفین. طرف مخالفین فکرش همین بود که باید اکبرشاه اسکندروف برکنار نشود و صلاحیت های رئیس جمهور قسما مثلا به نخست وزیر داده شود، یعنی صلاحیت های اصلیش به نخست وزیر داده شود و یک قسمی از صلاحیت هاش به رئیس شورای عالی بماند. وقتی که رهبر دولت رو انتخاب کردیم امام علی رحمان رو، او کس برآمده در برآمد خود گفتن که من با تاجیکستان صلح میارم و همین چیز فکر میکنم که دل همون مخالفین و دل طرفداران حکومت و همینا رو گرم کرد. اینجا دیگر گپ درباره راضی بودن نبودن نمیرفت. سیسه 16 هدف اصلیش خاتمه دادن به حاکمیتی بود. الکی مثلا مخالفین دیگر اگر با اونها مثلا من بعد اگر معامله خوب صورت میگرفت، فکر میکنم که حتی شاید دیگر خونریزی ها قطع میشدن. این هدف های اساسی سیسه اجرا شده است و کسی را در اونجا فریب داده نمیتوانست. شاید که مثلا همون حکومت تازه انتخاب شده تاجیکستان هم دیگر راهی نداشت مگر غیر از این که از نقشه های ازبکستان و مثلا روسیه تا اندازه تا وقت معینی اطاعت میکرد. ما میدونیم که بعد جنگ شهروندی ادامه یافت تا اینکه در کشور صلح و صلاح شد.